سلام به شما دوستان عزیز، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. امروز اومدیم با تست و بررسی پاد 4000 پاف مزاج. این طعمی که من دارم اینجا ریکتو آیس نمیدونم چیه طعمش دوستان، حالا روشو بخونیم بفهمم. گرب اپل میشه انگور سیب سبزه. درگاه تایپ سی داره، کفش همونطور که میبینید طراحی حالت براق‌طور داره دوستان. بدنش جنسش ماته، سبک هم هست، زیادی سنگین نیست، اوکیه. آره دیگه. خب نیکوتینشون هم 20 میلی گرمه، سفارش کویت هستن دوستان. دستگاه به این کام میگی. وقتی کام میگی اینجا برند مزاج نوشته میشه بعد اینجا. دوستان ببخشید اگه کیفیت ویدیو ما پایین، من گوشیم سوخته، با یه گوشی مدل پایین‌تر دارم ویدیو میگم براتون. مواظب خودتون باشید. بهتون پیشنهاد میکنم با قیمت 200-300 تومن پولی نیست، واقعا بخرید. تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار دوستان.